چند کس تقریبا مجروح شده است؟ مجروح شدگی از من یک کس مرد، من دو کس شعبه احیانده، من یک 10 کس باینده، شکست باندنده. یه واقعه ساعت چند؟ این واقعه صبح همین 11 نیم. اکن دیخونه و همون خلق اکن همون تروباپاده درست کار شده دیگه میشه. تروباپاد همین پروباد همون ناو کشی شده همون چیزا. برای آب نوشه. جای خودمو زمینی خودمو. همون آب نوشه میگفت آب کشی شده. اون محل چی نام داره؟ چکک. همون طرف بیدک هم محل. زمینی توجیکو. پستش دیگر جونده. همون 500 متر. طرفش باز زمینای همه زمینای ما. حاضر وضعیت دکن ما بیخبر. ما همینجا نه. زنگ نزدید راه شده. راه محکم، راه بستگی. او وقتی که خلق جمع میشن همون سالت قرقیز تیرپارونی میکنن برای خلق پریشون کنن. نشان فهمم. پدر مادر خشت و برم البته از حاضر ریانیماسیون ده. کی نامشون؟ جوربیکوف بختوار. از کجا شد؟ از دو تا پوچکاش تیر خوردگی. سنایپر کتی زدگی. احوالشون چی گفتن حاضر؟ گفتن احوالشون بعد وازمین. گفتن جراحی میکنیم هم ندانم. جراحی میکنم بعد بدی وازمین. وای بچه هم تو رفتگی اشتراک کردگی برای یاردام کردن سر لباس کوری کتی رفتگی. تور تشی گیرون بردگی برای آبیاری کردن. جوان ها؟ جوان 28 ساله. مو امک باشکن. نامشون کی است؟ جوربک زوده بختوار. همون یک جوانی که مجروح شد. مجروح شدگی. در این شعبه احیا است. حاضر سلامتی چی است؟ سلامتیش خیلی از برآمد دکتر گفتن جراحی گذاشت ولی گوش به ناآمده است. خونش بسیار رفتگی. حالش خیلی از گفتی دکتر پای چپش میگن خیلی وزمین. گوشیر باش سخت. راستش بولیمینی. حالش نه که خودش ناآمده است نه که خون رفتگی. حالش شما اینجا پایده میستتون خشت خیلی میستیم اکو خشت بر مو خون مو از سحری باز همین وقتی که همین شد ساعت 11 12 ما فهمیدیم اومدیم من تو همین وقت ما ان شاء الله میستیم خیلی تو همین خودش اومده تو یک دیده صحبت کرد از قولش خبر گیتا همون زخم داشت دیگه شما آقای چی شده بود برادر؟ چی شد؟ چی نه اما انداختننده و چیز دیگه تا اینا چوکه نامتون فامیلیتون شراب و شهر چند نفر شما اینجا وجود همون محلی چکلا؟ 7 نفر؟ 5 نفر گفتم؟ نه دو نفری شعبه ها؟